پوکو ایکس پرو یا A55 کدوم انتخاب کنیم؟ بریم که ببینیم. سلام، محمد جلالیان هستم. اینجا دیجیتال. ویدیو امشب رو توی آپارتمان خالی از سکنه گرفتم که از سکوتش لذت ببریم. توی این ویدیو میخوایم به زبون ساده 0 تا 100 این دوتا گوشی بریزیم وسط و در نهایت تصمیم بگیریم کدومو بخریم. مهمترین نکته قبل از خرید اینه که مطابق نیاز کاربریمون گوشی رو انتخاب کنیم. در این صورتی که گوشی بدون هیچ افت کیفیتی برامون عمری کار میکنه. به طور کلی ما 3 تا کاربری داریم: معمولی، حرفه‌ای، گیمینگ. همین اول بگم که هیچ کدوم از این 2 تا گوشی مناسب گیم نیست. حالا بگو چرا؟ هر کدوم از این 2 تا گوشی برای گیم یه پاشون میرن که همونجور که تو این ویدیو گفتم گوشی‌های مناسب گیم هستن که حتما این 2 تا ویژگی رو داشته باشه: 1 سخت افزار قدرتمند، 2 شاسی از جنس فلز و چه بهتر که درب پشت اون هم شیشه‌ای باشه که به راحتی بتونه دمای قطعاتش رو کنترل کنه. A55 به دلیل شاسی فلز و درب پشت شیشه‌ای که داره قابلیت کنترل دمای عالی داره، اما سخت افزار اون متوسطه و به همین دلیل مناسب گیم نیست. پوکو ایکس پرو سخت افزار قدرتمندی داره که به قول یک عزیزی روزی یه دونه چیپست A55 میخوره، اما شاسی و درب پشت اون پلاستیکیه و قابلیت کنترل دمای ضعیف‌تری داره. در نتیجه این گوشی هم مناسب گیم نیست. پس اگه از این 2 تا گوشی بخوایم به عنوان گیم استفاده کنیم شدیداً دچار افت کیفیت میشه و عمر مفید این گوشی که قرار حداقل تا پایان آخرین آپدیتش باشه به زیر 1 سال میرسه. خب بریم سراغ اصل مطلب. اگه ما کاربر معمولی تا حرفه‌ای هستیم این 2 تا گوشی میتونن به راحتی پاسخگوی نیازهای ما باشه، اما یه سری تفاوتایی وجود داره که با هم بررسیشون میکنیم و بهشون امتیاز میدیم و مطابق نتیجه این امتیاز تصمیم نهاییمون رو میگیریم. اولین تفاوت قیمته که هر جوری بخوایم حساب کنیم پوکو قیمت پایینتری داره، پس 1 امتیاز به پوکو ایکس پرو. دومین تفاوت حافظه دستگاه و حافظه رم که پوکو ایکس پرو حتی با وجود قیمت کمتر حافظه رم و حافظه دستگاه بیشتری داره، پس دومین امتیاز به پوکو ایکس پرو. سومین تفاوت پردازشگره که پوکو ایکس پرو با حضور درخشان دایمنسیتی 8300 نسبت به اگزینوس 1480 A55 تونسته عملکرد قدرتمندتری از خودش نشون بده، پس امتیاز سوم به پوکو ایکس پرو. چهارمین تفاوت صفحه نمایشگره که توی این مورد اگه بخوایم از نظر کیفیت بررسی کنیم پوکو ایکس پرو در مشخصات کیفیت و نور بالاتری داره و اینو در عمل هم نشون داده. از نظر سایز صفحه نمایشگر هم پوکو ایکس پرو با اختلاف خیلی کم در حد 1 اینچ بزرگتر و همچنین درصد سطح صفحه نمایشگر به بدنه بیشتری هم داره، پس چهارمین امتیاز به پوکو ایکس پرو. پنجمین تفاوت دوربینه. دوربین پوکو ایکس پرو به علت وجود پردازنده قدرتمند پردازش رنگ بهتری داره و میتونه تعداد رنگ‌های بیشتری رو ثبت کنه و به همین دلیل عکساش به واقعیت نزدیکتره. در مقابل دوربین گوشی A55 که لنزهای جلو و عقب اون توسط شرکت سونی ساخته شده و همونجور که همگی میدونیم شرکت سونی بهترین سازنده دوربینه و به دلیل نوع لنز عقب و جلویی که طراحی کرده دوربین این گوشی از کیفیت بالاتری برخورداره که این رو توی تست‌ها و بررسی‌های مختلف هم نشون داده، پس 1 امتیاز برای A55. ششمین تفاوت در طراحی بدن است. پوکو ایکس پرو از شاسی و درب پشت پلاستیک با کیفیت ساخته شده که همین موضوع باعث شده این گوشی سبکتر، خوش دست‌تر و قیمت مناسب تری داشته باشه که 100% مناسب کاربری معمولی تا حرفه‌ای. در مقابل گوشی A55 رو داریم با شاسی فلز و درب پشت شیشه‌ای که از نظر من این نوع طراحی برای گوشی که قدرت پردازش متوسط و سرعت شارژ پایینی داره کاملا غیر ضروریه که فقط باعث سنگین شدن، خوش دست نبودن و قیمت بالاتر اون میشه. من به عنوان یک کاربر امتیاز این بخش رو به پوکو ایکس پرو میدم، پس امتیاز 5 برای پوکو ایکس پرو. هفتمین تفاوت ضد آب بودنه که معنی بهتر اون مقاومت بدنه در برابر نفوذ آب. گوشی A55 به گواهینامه IP67 مجهز شده و میتونه نهایت به مدت 30 دقیقه در عمق 1 متری آب مقاومت داشته باشه. در مقابل پوکو ایکس پرو گواهینامه IP54 رو داره، یعنی مقاومت اون فقط در حد پاشش آب. اگه بخوایم با هم صادق باشیم درسته که شرکت‌های سازنده گوشی مدعی میشن که بدنه گوشی‌هاشون ضد آب طراحی شده، اما خرابی ناشی از آب خوردگی رو تحت گارانتی قرار نمیدن. پس به طور کلی این موضوع تبلیغاتیه و در عمل که ان لمپا کنته. پس امتیاز این بخش رو برای تلاش نمادین شرکت سامسونگ به گوشی A55 A55 2.
هشتمین تفاوت اثر انگشتی که امتیاز قاطع این بخش را به خاطر سرعت بالاتر به پوکو X6 پرو میده. پوکو X6 پرو 6. نهمین تفاوت ظرفیت باتری که ظرفیت باتری هر دو تا گوشی 5000 میلی آمپر و در بررسی‌هایی که انجام شده گوشی پوکو موندگاری شارژش یه مقدار کمتر که خب به خاطر پردازشگر قوی‌تر و از صفحه نمایشگر با کیفیت تر کاملا طبیعیه و از نظر من کاربر به هیچ عنوان نقطه ضعفی حساب نمیشه و به طور کلی قیاس توی این موضوع به علت امکانات متفاوت عادلانه نیست و گوشی پوکو باید با یک گوشی همردی خودش مقایسه بشه. و آخرین تفاوت سرعت شارژ A55 شارژر 25 واتی و سرعت شارژ 0 تا 100 یک ساعته داره. در مقابل پوکو رو داریم با یه شارژر 67 واتی و سرعت شارژ 0 تا 145 دقیقه. پس امتیاز این بخش رو هم به گوشی پوکو X6 پرو میدیم. خب همونجور که میبینید پوکو X6 پرو 7 A55 2 و با توجه به مجموع امتیازات میتونیم متوجه بشیم که پوکو X6 پرو ارزش خرید به مراتب بالاتری داره. اما این به معنی بد بودن A55 نیست، چرا که این گوشی هم برای کاربری معمولی تا حرفه انتخاب خیلی خوبیه. شرکت شیائومی هم به خاطر رقابتی بودن بازار حتی با وجود قیمت مشابه هر سال برای گوشیاش امکانات بیشتری طراحی میکنه و به نوعی احترام به نظر مشتریاش براش مهمتره و به همین دلیل پیروز رقابته و ارزش خرید بالاتری داره. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودید. اگه دوستش داشتید لایکش کنید، برای دوستاتونم بفرستید. براتون آرزوی سلامتی.